به طور کلی کامپوزیت ها 3 دسته عمده رو تشکیل میدن. در دسته اول کامپوزیت هایی هستن که بر مبنای پلیمر یا پایه پلیمر ساخته میشن. یک پلاستیک ترکیب میشه با یک ماده تقویت کننده دیگری مانند الیاف یا پودرها یا ذراتی که ترکیب میشن با پلیمر و یک محصول جدید رو وجود میارن که به اون میگیم کامپوزیت پایه پلیمر. 2 دسته دیگه هم عبارتند از کامپوزیت های پایه سرامیک و کامپوزیت های پایه فلز که در اون دسته دوم ما سرامیک ها رو توسط ذرات یا تقویت کننده ها تقویت میکنیم و در دسته سوم فلزات توسط تقویت کننده های دیگر تقویت میشن. دسته دوم و دسته سوم عمدتاً کاربردهای نظامی و کاربردهای دفاعی و هوافضایی دارن و به طبع میزان مصرفشون محدود هست. اگر کل بازار کامپوزیت‌ها در نظر بگیریم 5% کل بازار جهانی به این دسته میرسه و 95% کاربرد در دسته اول یا دسته کامپوزیت‌های پایه پلیمر قرار گرفته.